سلام به تمام بچه‌های عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به کانال. اصلا هول کردیم، اصلا نمیتونستیم یه اینترو خوب بریم. سلام بچه‌های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون در یوتیوب. امشب اومدیم با ترک لئو به نام نفس که بالاخره ترک کاملش اومد و یه اولش موزیک ویدیو بود و اصلا نفهمیدم چی شد. لئو موزیک ویدیو رو پاک کرد و خود آهنگ رو پخش کرد، یعنی آهنگ با موزیک ویدیو قرار بوده اول پخش بشه که این اتفاق هم افتاد، ولی بعدا نمیدونم چی شد که موزیک ویدیو پاک شد و خود ترک آپلود شد تو یوتیوب. بی صبرانه میخوایم بریم به ترک لئو ریاکشن بریم. به نام نفس، لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. چقدرم تون دارم صحبت میکنم، مشتاقم ببینم چیکار کرده لئو. بزنید بریم. یک بسیارم عالی. نفس لئو. اوه میتونیم یکم دیگه صدا رو زیادتر کنیم. لئو روشن. یه ذره بزنیم عقب، بایستید همینجا، از همینجا میریم به جلو. اوکی. بتونم بگیرم نفس، بازم شبا موندم تنها در قفس. بتونم بگیرم نفس، دو دل جدا و بی خدا آخی بس است. آره بس است، اینه بنت kaldım. Hadi gel bana gitmeyin seni aşkım. Seni deli gibi sevdim benim canım. Nefesim sensin, gel de beni serum. چقدر شروع قشنگ، یه ترکی خیلی قشنگ داشتیم. چقدرم ترکی زبان شیرینیه، ولی خب متاسفانه من زیاد ترکی بلد نیستم. ولی واقعا چقدر بیت خوبه، چقدر وکال تر و تمیزه، چقدر میکس مکسر تر و تمیز انجام شده و چقدر ترک قشنگ داره رو به جلو میره و حتی از یک ثانیه ترک از دلم نیفتاد و همینطور دارم از ترک لذت میبرم. بریم بقیه‌اش رو گوش بدیم. البته اینجاشو خود لئو دیگه لو داده بود چند روز پیش و اینجاشو ما میدونستیم، پس از اینجا به بعد دیگه یه سورپرایز خفن واسه شنوندگان، چون دیگه از اینجا نمیدونیم قراره تو ترک چه اتفاقاتی بیفته. پس میریم که ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. سپاسگزارم از خدای عالم، پرسید باز چی میخواهم یا خدا اوران ندارم. من بقرارم در انتظارم، چه قافیه بندی بالی با چشم چارم. من به تو ببین حال ندارم، گویا پر میزنم و اما بال ندارم. در آسمان یه ماه ندارم، پوری درد شد درون دلم خواب ندارم. بین سنسیز کلامم به سنی بابا داری دیگه دیوونه میکنی منو لئو، داری دیوونه میکنی بابا. چطوری میشه آخه؟ چطوری میشه به این سرعت رپ خوند و بعد یخو اصلا وسط رپ بیای ترکی بخونی؟ بابا خیلی حرفه‌ایه و این جالبه واسه من که لئو همیشه قبلا هم گفتم بچه‌ها، همیشه قبلا هم گفتم تمام آرتیست‌های تاجیکستان خوبی که دارن و چیزی که واقعا خیلی واسه من میدرخشه تو تاجیکستان، تو آرتیست‌های تاجیکستان یا تو رپ تاجیکستان، اینه که هر آرتیست ترک جدیدی که میده خیلی با ترک‌های قبلیش فرق داره، یعنی تنوع ایجاد میکنن و سعی میکنن یه چیزی جدید بسازن، وقت بیشتری میذارن و این واقعا خیلی خوبه و از این بابت من خیلی راضی هستم که بیشترین آرتیست‌ها این کار رو انجام میدن. ولی خب آرتیست‌های زیادی هستن که سبکای همون قدیمش خودشون رو اجرا میکنن و آره دیگه. ولی لئو اینطوری نیست. مثلا ببینید الان مثلا تایم موزیک خیلی زیاده، برام این خیلی تعجب آور بود ولی خوبه دیگه. Yalnız bırakamam çünkü sensiz nefes olamam. Seninle olmak istedim ama hiç olamam. Betona میگیرم نفس، بازم شبا موندم تنها در
esas Yine ben tek kaldım Hadi gel bana gitmeyini sen o aşkım Seni deli gibi sevdim benim canım Nefesim sensin gel de beni sarıl Hadi sarıl Lanet و تو خاطراتت که مرا دیوانه کرد حالا من دیوانه‌ام انتظارش نداشتم یهو وسط اوج کروس کار لئو بیاد بگه لعنت به اون خاطراتت، لعنت به اون عشقی که دادی نصف نیمه شد و الان رفتیم مثلا یه جای دیگه. من اینجا مثلا این فکرش نمیگم مثلا بیاد اینطوری مثلا وسط پایان کروس دوم یعنی ورس دوم کروس دوم بیاد اینطوری لاین خود ورس اولش شروع کنه، ولی باحال بود، قافیه بندی خیلی باحالی بود. نفرت به همه دارم از آدم ها بذارم حتی از خودم هم نفرت. لئو چرا آخه میخوای دل آدمو قشنگ مثل بارون که از آسمون میباره غمگین کنی؟ چرا از خودت نفرت داری داداش؟ ما همه دوستت داریم. نفرت چیه بابا؟ نفرت حالا عشق تو میگیم نفرت ول کرده رفته باشه، عشق رو میگیم نفرت رفته، ولی خودم دیگه از خودم نفرت دارم به نظرم. یعنی تو آهنگ خب میشه استفادهش کرد، ولی مثلا دوست نداشتی مثلا بیاد بگه از خودم نفرت دارم، با اینکه خیلی دوست داشتنی هست لئو، ولی مثلا اگه مثلا ما شکست عشقی میخوریم چرا خودمونو مثلا نفرت کنیم؟ خب یه رابطه‌ای بوده که دیگه اون طرف گذاشتش کنار دیگه، یعنی دیگه واسه ما احترام قائل نشده، پس ما میگیم اوکی بودی نایس تو میت یو، نبودی گود بای دیگه. خیلی خلاصه ایشو گفتیم، ولی خب بگذاریم الان هم دیگه بریم بقیه ترک بشیم. همینطوری گفتم بخندید. نفرت دارم همه را دید، آره او همه را دید، چشمانی زیبایی داشت و مرا ندید، همه را دید بابا بانازم خیلی قشنگ دارم منی تنها را جران ندید. Umrum aldın hayatsız kaldım, umrum aldın kanatsız kaldım. Yeter گفتمش دنیای من جان را نسوز، گفت شیلاج رفت افسوس. گفتنم چرا میسوزی بگو آن محبوبت کیست، خنده کردم و گفتم آن را کسی نداند و جز رئیس. به تو نمیگیرم نفر. وای oh my god, this is crazy guys. چقدر سخن قشنگ و اصلا واقعا عاشق این تیکه شدم. چقدر حرف قشنگ و چقدر کروس کارو قشنگ ریمیکس، یعنی گذاشتن قشنگ پایان سخن و چقدر بیت قشنگ ریتم. اصلا نگاه کن آن را کسی نداند و جز رئیس. به تو نمیگی چقدر بیت اصلا یهو قشنگ تموم شد و کروس کاری و پخش شد. نفس بازم شبها موندم تنها در قفس. به تو نمیگیرم نفس، دو دل جدا و بی خدا آخی بس است، آره بس است. اینه بنت kaldım. Hadi gel bana gitmeyi neyse
گاد بچه خیلی قشنگ بود واقعا. دوست داشتم هر روز اینجا باشم و لئو ترک بده و بهش ریاکت برم، چون واقعا لئو بهترین آرتیسته و خیلی آرتیست خیلی خفنیه و اگه خودش داره این ویدیو رو میبینه واقعا اونجا که گفتی از خودم نفرت دارم واقعا خیلی غمگین شدم، چون خیلی دوست داشتنی هستی و خیلی واقعا آرتیست بزرگی هستی تو فارسی زبانه و ما به شدت واسه احترام قائلیم و همونطور اون هم واسه ما خیلی احترام قائله و این واقعا یه آرتیست خیلی خفن از دید منه و واقعا خیلی میترکونه لئو و واقعا خیلی اصلا با همه آهنگاش دارم حال میکنم و هر آهنگی هم که داره میده یه سبک جدید و کلا خیلی باحاله. مرسی که تماشا کردید، تک تکتون رو دوست دارم، تک تکتون به قلب شهروز هستید. مرسی که ویدیو رو دیدید، امیدوارم از این دیدن این ویدیو کلی لذت برده بوده باشید. اگه حرفی چیزی زدیم البته فکر نمی کنم حرفی چیزی زده باشیم، اگه ناراحت کسی شد که فکر نمی کنم حرف بعدی هم زده باشیم، ولی خب اگه هم زدیم ببخشید دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. تا ویدیو بعدی میبینم، تو خودتون باشید، عشق منید. ویدیو بعدی تیک تاک های تاجیکستان پارت بعدی بچه ها. این ویدیو رو به 20k برسونید و کانال رو سابسکرایب کنید بره رو 1000k دیگه. کانال همیشه هم یادتون نره داشتم رو سابسکرایب کنید. خب ویدیوهاش دیگه فکر کنم تو کانال هست دیگه میتونید ببینید. عشق منید، تا ویدیو بعدی، پیس.